سلام ارادت خدمت همه دوستان عزیز. خلاصه و مفید و مختصر بهتون بگم که این یک چوب فسیل شده هستش با جلای براق صابونی که مرور 1000 سال پایین یا بالاتر دیگه به اون قسمت ما نرسیم که حدس دقیق بزنیم که این مال چند ساله، بستگی به اون فلز خاک داره که توش بوده. دقت کنید به جلاش. کارایی این سنگ، البته چوب فسیل شده، برای ساعت‌های قیمتی و جواهرسازی، مجسمه سازی به کار میره. مرا دنبال کنید که به بهترینا بهتون آموزش بدم. سپاسگزارم دوستان عزیز. موفق و تندرست باشید.